مسئولین عزیز فیلترینگ، میشه لطف کنین دستتون از ای دکمه فیلترینگ بردارین؟ با دوباره چند روزه ای لاک پشتیش کردین. درسته که قبلا اون لاک پشتی بی، اما حداقل اون لاک پشته یه ذره حرکت میکه. الان دیگه انگار دست پاشون شکستین انداختینش یه گوشه. با نکنید با ما همچی. شما که میدونین ما نقطه ضعفمون ای دنیای مجازیه. پس چرا میای دست میذاری دقیقا بیخ گلوی ما؟ میخوای ما رو خفه کنی؟ با نکن با ما که کار به جایی نداریم. ما نهایتش اینه که یه پیج فیک تو اینستاگرام بزنیم، بریم باش رصد بکنیم ببینیم فامیلامون چی کار میکنن. ما کار به جایی نداریم. ما ایقه که سرمون تو زندگی خودمون و زندگی همسایمونه، خدای نکرده سرمون تو زندگی مسئولی نیست. بعد که چی کار دارین ها؟ برداری فیلترینگ، اذیتمون نکن.